درود بچه، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه، در کنار خانواده‌تون باشید. امروز اومدیم با یه ویدیو خفن در کنار شما و دیگه زیاد کشش ندیم و بریم سراغ ویدیو. درباره ویدیو هم بگم که ویدیو امروز درباره چیزای عجیب و غریب و حالا چیزایی که تو دارک وب بوده، حالا نمیدونم چقدر واقعیه چقدر واقعی نیست، فیکن یا حالا واقعی ان، که خودتون ببینید و حالا دربارش نظرم میدید داخل ویدیو. سابسکرایب و کامنت یادتون نره، لایک هم بزنید، دوستتون دارم. بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. بریم سراغ اولین ویدیو. آجی درباره این ویدیو اینو من دیده بودم. آجی طرف تبدیل به گاو میشه. من فکر نکنم این واقعی باشه. واقعا وای آجی ای وای مورتش شد. وای خیلی بد. راشن فرانک های روسی. ای آجی این فکر نکنم واقعی باشه. یعنی اون طرف که داشت میپره قبلش ندید، یعنی مثلا اون قصص یا نه؟ ای وای نفهمیدم موضوع ویدیو درباره چی بود قبلیه، ولی نمیدونم. صدا ویدیو رو Right, I'll just check the camera, yeah? Okay. آجا شیره مرده اونجا؟ آره دیگه مرده دیگه. صورتش ای وای آجا یه شیر دیگه از اون بر اون بر. این چیه؟ آجا ترس، من فکرم بیده ترسناکه. ای وای اونو برد. I began to pass out. Then my head hit the wall. چی کرد تو سرم؟ ای وای رفت تو ماشین بازشویی گیر کرد. آجی این اصلا مشخصه یه فیس دیگه ای داره، باور کن همینه. نگاه کن بیا، دیدی گفتم چه؟ حالا برای اونه کسی که متوجه نمیشن دیگه یه بوی بدی میده، یه بوی تعفنی داره. اون که میگفت انگار یه اعضای بدنه. این آبی پوشیده میگفت یه بوی بدی مثل این که میده. حالا رو بازش کنم ببینید چیه. آجی فکر کنم پیدا کردن اینو این جنگله، این جبر. آجی حالی اونش بد شد. It's gonna be some dookie, bro. یارو تنشو گرفته ترسی. وای آجی اعضای بدن بود. یه چیزی من بگم این استوب بزن ویدیو رو. یه چیزی من بگم، یعنی اون طرفی که قبض که داره میپره یعنی نمیبینه که آقا این بیساب این دست خری که بهش وصله، نمیبینه به جای وصل هست به جای وصل نیست، بخوام بپرم میمیرم زنده نمیبینه. نمیدونم واقعا نمیفهمم من یکی واقعا نمیفهمم. تو میپری تو نمیبینی دست خرت به چیزی وصله یا نه؟ خب ببین بعد بپر دیگه. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. اصلا من خورد شد. بیا مرد دیگه. پشما یارو ریخته. این چیه؟ چی شد؟ فجر شد آجی. وای دستش ترکید. یالم بد شد. این چیه؟ جفتشون با هم پریدن. چیه؟ What's that? No. من نمیفهمم. من نمیفهمم. شلیک کرد بهش.
با اینم دیدم باشی این فکر کنم واقعیه. آره این پسره یه چیز درباره این پسره بگم، این که کسی که فیس شدید، این یوتیوبریه خب میره مثلا تو دارک وب میگرده دنبال مثلا پارتنر یا همین چیزی، میره و با یه چیزای عجیب غریب واقعا روبرو میشه. این چیزایی که اصلا من نمیدونم واقعیه یا حالا خودش میسازه نمیدونم، ولی ویدیوهاشو چند تاشو دیدم واقعا ویدیوهاش پشم میزونه. یعنی واقعا یعنی خواهیاتون میچسبه اینجا، اینجوری بگم بهتون. حالا ادامه ویدیو رو ببینید ناکن چی میشه. فقط من دیدم. Your friend, is it possible that we can talk to Margaret? نکن اینجا چی میگه؟ نکن اون کسی که میخواد باش آشنا شه دوست این دختر است. دوست این دختر که اندر فیس رو ببینید، دوست این دختر است. بعد این از طریق دارک وب میخواد با اون دختر آشنا شه، شب میاد خونه‌شون و اینا و میخواد بمونه پیش اینا. ولی حالا یه اتفاقایی میفته که حالا اصلا چیز عجیب غریب، یعنی واقعا پشم ریزون. Okay, let's go. یه فیس دوستت خیلی عجیب بوده تو دارک وب. میگه اون خوابه. دختره گفت دوستم خواب. Yo, is this وای some type of وای. joke? Where is she? She's right on the bed, silly. میگه اون رو تخته. We go to sleep. دوربین گذاشتم. آجی اون الان خواب بود. اون خوابش هم ترسانه. ای وای. Yo, I hear screaming, dude. What do you mean? Why is she doing that, bro? Come on. What is that? Let's check this out. Oh, come on. وای حاجی من ویدیو شدیدم، خیلی ویدیو ترسناکه. حالا نمیدونم ساختگه یا نه. نمیدونم ویدیو ساخته. وای اون چیه؟ You better run fast. وای خویه کرده حاجی. بنده خدا. وای من چیزا دودنی خیلی بدم میاد. وای چیه؟ وای حاجی چیزی در پوش نزدیک میشه. دایره قرمزه. میبردش یعنی؟ وای فکر کنم گرفتش. وای برد. چیه؟ نایدم. من بعضی از ویدیو که واقعی نیست واقعا. حالا نمیدونم اونایی که میپرن و اوه چی شد؟ حاجی یه چیزی خود دستشو کند انگار. آب خون شد یه تیکه. Oh my god. Alright. Sit tight, Sarah. I'll be right back. حاجی اون بر نشسته بود الان. What the? Sarah? حاجی مامورم بود پیشه. وا اینو من دیدم. وا یارو قید میشه اصلا نمیدونم اینا فکر نکنم واقعی بوده باشن. نمیدونم. ها این فیسشو حاجی اون چیه اون پشت؟ یا خدا شبیه پاه. سرش افتاد. توش هم ویدیوهای پاشوده از اینجا میزد. اوه حاجی بخوام سر این ویدیو یوتیوب کپی میزنه چون واقعا صحنه های بدی توشه. ادیتور سانسور کن اینا رو. جدی میگم سانسورش کن. وا اینو من دیدم. کرد تو چشش. واش خانه ویدیو چند بیخود بود. وای اولم بد شد. این بود از ویدیو امروز بچه. امیدوارم خوشتون باشه. ویدیو آخری حالا هم گرفت. وای دلم ریش شد.
تو مال بیابسون هنگ کردم چی بگیم. فای امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره. کامنت هم اگه تونستید انگلیسی بذارید که چنل کم حال بیاد. وای ویدیو آخری اصلا رفت رو مخم. آی چشم درد گرفت. تا ویدیوی دیگر دوستتون دارم. بدرود.